در جریان سنجش فعالیت تشکیلات و مؤسسه‌های بودجتی کشور در 9 ماه سال روان به مبلغ 102.5 میلیون سومانی مبادل بیش از 10 میلیون 500 هزار دلار ضرر مالی آشکار شده است. طور دفتر مطبوعاتی پالاتای حساب جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد این مقدار زیان در نتیجه برگزاری 217 سنجش اودیتوری در وزارت و اداره‌ها، سوبیکت‌های خواجگیداری، مرکز و گروه‌های عملی سازی لایحه‌های سرمایه‌گذاری و دیگر تشکیلات‌های بودجتی آشکار شده است. اکثر دلایل آشکار شده رسانیدن ضرر پولی به بیهوده صرف کردن بودجت، کم یا رویپوش کردن اندازها، بالا بردن ارزش حجم تعمیر و ساختمان، خراجات غیرقانونی و به اساس از اعتبار ساقط کردن مبلغ‌ها دخل داشته‌اند. همچنین در موردهای فروش و اجاره اموال دولتی، پرداخت نکردن فایده دیویدند از روی سهمیه‌های دولتی نیز ضرر مالیوی معین شده است. ضرر از همه کلان از روی نتیجه‌های سنجش اودیتوری در نیم ساله اول در کارخانه واحد دولتی منزل دسترس 41 میلیون 100 هزار سومانی معادل زیاده از 4 میلیون 200 هزار دلار به قید گرفته شده است. این هم در حال است که بنابر رشد سراسری فساد در تاجیکستان بیشتر دزدی‌های افشا شده با پرداخت رشوه پوشانیده می شود. یعنی بعد آشکارشوی آن دزدها به تفتیشگران قسمت از پولهای دزدیده‌شان را رشوه می دهند و مسئله همانجا حل می شود. اکثر کل کارمندان مؤسسه‌های بودجوی اعضای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان هستند. رهبر این حزب امامعلی رحمان است. هر سال صدها دزدی پول و اموال بودجه از طرف اعضای این حزب آشکار می شود.